سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مفهوم نیت و اهمیت آن در اعمال. عموماً نیت در لغت به معنای میل و عزم و اراده، آهنگ و مقصد آمده است. باید دانست که حسن نیت و گمان نیک بهترین سرمایه ایمانی و نعمت نادر از جانب پروردگار مهربان برای یک و یک انسان‌ها، بخصوص انسان مسلمان می باشد. خداوند متعال در کلام پاکش می فرماید: بگو ای محمد، اگر آن چی در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکارش کنید، خدا آن را می داند. سوره آل عمران آیت 29. یعنی بگو ای محمد به امتانت، اگر آن چی در سینه های شماست، آن چی نیتی که در دل دارید، بغیر از شما هیچ کس این نیت را نمی داند و اگر این نیت را پنهان دارید یا آشکارش کنید، خدا آن را می داند. اگر این نیت را پنهان دارید از همه، خدا آن را می داند و یا آشکارش کنید، عموما در چه حالتی که نباشد، آن نیتی که شما در قلبهایتان دارید، خدا آن را می داند. آیه کریمه دلالت بر آن می کند که پروردگار در همه حال از هر گونه قصد و اراده‌ای که در دلهای ما می گذرد آگاه و باخبر است. پس دوستان، به ما ضرور است در زمینه اندیشه و افکار نیک تغییر دیدگاه نماییم تا در شماره نکوکاران قرار گیریم و هر آن عملی که انجام می دهیم، چه از عبادات باشد چه از کارهای دنیا، ما باید نیت خود را خاص برای خداوند کنیم. اگر ما نیت خود را در کار دنیا خاص برای خدا کنیم، این کار دنیا به کار آخرت مبدل می گردد. مثال، وقتی که یک شخص کار می کند و نیتش این باشد که کار می کنم تا که در راه خدا عائله خود را خورانم، در راه خدا صدقه و خیرات کنم، زکات دهم، ببینید این عملش، عمل این دنیایش به عمل آخرتش تبدیل می گردد و او ثواب می گیرد. و اگر شخصی کاری آخرت را انجام دهد ولیکن نیتش برای خدا نباشد، کاری آخرتش به کاری دنیایی تبدیل می گردد. مثال، یک شخص به مسجد می رود و نیتش آن است که مردم گویند که او آدم خوب است، مسجد رو است. ببینید اگر نیتش همین برای دنیا باشد، برای مردم باشد، او به مسجد می رود، عبادت می کند، ولیکن برای خاطر نیتی نادرستش که نیتش ریا کردن است، از این رفته آمدن، از این نمازهاش هیچ کاری برای آخرت نکرده است. چون نیت او چی بود؟ مردم بینند، مردم گویند که او نمازخوان است، مسجد می رود. و ببینید کار آخرتش برای کار دنیا مبدل گشت. چون مردم گفتند، مردم دیدند، آنچه که او خواست از مردم دید و برای آخرتش هیچ چیزی نماند. به این سبب اگر ما نیت را اصلاح کنیم، کارهای دنیا به کارهای آخرت مبدل می گردند. و اگر ما نیت را اصلاح نکنیم، گرچند که کار آخرت را انجام دهیم، کار آخرت به کار دنیا می گردد و هیچ اجر و ثوابی از آن به ما نوشته نمی شود. پس دوستان عزیز، پیش از انجام دادن هر عملی به خود باید سوال کنیم: این عمل را برای چی انجام می دهی؟ چون انسان می تواند همه را فریب دهد به جز خودش را و خداوند را. هیچ انسان خودش را فریب دادن نمی تواند. او مقصدش را، نیتش را می داند که این کار را برای چی انجام داده ایستاده است. پس دوستان، پیش از انجام دادن هر کار به نیتهای خود
نظر کنیم، به قلب خود نظر کنیم و اگر برای خداوند نباشد آن را اصلاح کرده بعد کار را انجام دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.